дар ноҳияи ҷаббор расулови вилояти суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон парчами давлатии тоҷикистонро дар вазъияти тантанавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جبار رسولوف بنیاد گردیده. بلندیش 50 متر می باشد. پرچم 7 متر پهنایی و 14 متر درازی دارد. کارهای ساختمانی در ستونپایه پرچم دولتی تاجیکستان از حساب کارگران و متخصصان جمعیتی دارای مسئولیت محدود خیاست با سطح و صفت بلند به انجام رسانده شده است. میدان پرچم دولتی در 1501 بنیاد گردیده، حدود آن گلزار کرده شده است. همزمان در اینجا 3 فواره دوره شکل بنیاد و چراغ‌های روشندهنده نصب کرده شده است که برای سیر و گشت ساکنان مکان موافق و دلفریب است. اکنون در این مکان زیبا همچون نشان صداقت و مهر و محبت به رمز دولتی شورابینی‌های مختلف برگزار کرده می‌شوند و با لفشانی پرچم دولتی افتخار ملی هر باشنده ناحیه جبار رسولوف را بالا و حس میهندوستی ساکنان را تقویت می‌بخشد. امروز با اشتراک پیشوای ملتمان در مرکز ناحیه جبار رسولوف پرچم دولتی افروخته شد. ما جوانان خیلی شاد هستیم که در مرکز ما پرچم دولتی افروخته شد. در اطراف پرچم دولتی فواره های و گلگشت ها
بنیاد گردیده است و ما جوانان کوشش میکنیم که در تمام کشورها پرچم دولتی خود را بالا برداشته از پرچم خود افتخار کنیم. پرچم مقدسات دولت می باشد. افتخاری ما جوانان این است که با افراخته شوی پرچم در مرکز ناحیه‌مان با همین خیل جایهای گلگشت، جایهای استراحتی فراهم شدند و ما می توانیم که با عائله خود، با دوست و دوگانه خود در شبها و در روزها آمده در این جایها سیر و گشت کرده، کتاب خوانیم و با آنها صحبت کنیم.